کانون هنرمندان صدای دانشگاه دامغان تقدیم می کند. تا حالا فکر کردید پولی که تو دستتونه فقط یه کاغذ یا فلز بیجون باشه؟ نه، پول یه رازه، یه داستان پرپیچ و خم از دل تاریخ که هر تیکش یه حرفی برای گفتن داره. تو این قسمت از پاد ساینس میخوایم یه سفر کوتاه به تاریخ پول ایران داشته باشیم و یه حقیقت جالب و کمتر شنیده شده رو براتون تعریف کنیم که به دنیای ارز دیجیتال هم مربوط میشه. تصور کنید که شما تو زمان داریوش بزرگ، پادشاه معروف هخامنشی زندگی میکنید. اون زمان سکه‌های طلا و نقره‌ای به اسم دریک و شکل وجود داشت. اما این سکه‌ها فقط برای خرید و فروش نبودند. داریوش از اینا به عنوان ابزاری برای نشون دادن قدرت و عظمت امپراتوریش استفاده میکرد. فکرشو بکنید، هر سکه دریک که از طلای خالص ساخته میشد مثل یه بیلبورد تبلیغاتی برای امپراتوری هخامنشی بود. این سکه ها توی تمام قلمرو هخامنشی و حتی خارج از اون پخش میشدن و به همه نشون میداد که این امپراتوری چقدر قدرتمنده. علاوه بر این، داریوش بزرگ با استانداردسازی وزن و عیار سکه ها یه نظام پولی یکپارچه توی کل امپراتوری ایجاد کرد. این کار باعث شد تجارت رونق بگیره و اعتماد به سکه های هخامنشی زیاد بشه. یعنی هر کسی که این سکه رو داشت میدونست که داره با یه پول معتبر و ارزشمند معامله میکنه. حالا چطور این داستان به ارز دیجیتال ارتباط داره؟ درست مثل سکه های هخامنشی که نشون دهنده قدرت و اعتبار بودن، ارزهای دیجیتال امروز هم نشون دهنده نوآوری و آینده‌ای تازه تو دنیای مالی هستن. هر بیت کوین یا اتریوم هم یه داستانی داره، داستانی از فناوری و تحولی که در حال وقوعه. این سکه ها فقط یه ابزار اقتصادی نبودن، بلکه یه نماد فرهنگی هم بودن. تصاویر هک شده روی سکه ها مثل تصویر کماندار هخامنشی نشون دهنده قدرت نظامی و هنر اون دوره بوده. امروز هم ارزهای دیجیتال با طراحی‌های خاصشون و فناوری بلاکچین فرهنگی جدید رو به وجود میارن. پس دفعه بعدی که یه سکه یا اسکناس روی دستتون گرفتید، یادتون باشه که این فقط یه تیکه کاغذ یا فلز نیست، بلکه یه داستان تاریخی و فرهنگی پشتش قایم شده. امیدوارم این داستان کوتاه براتون جالب بوده باشه. اگر شما هم سوال یا نظری درباره تاریخچه پول ایران دارید، حتما با ما تو شبکه‌های اجتماعی در میون بذارید. تو قسمت بعدی به دنیای ناشناخته دیگر سفر خواهیم کرد. خدا یار و نگهدارتون.